دو بیت در مثنوی هستش که واقعا مثل یک آرام بخش در زمان سختی میتونه حال آدم رو خوب بکنه و آدم رو از اون چاه تنهایی یا چاه غم و غصه‌ای که درش گرفتار شده بیرون بیاره. در شکست پای بخشد حق پری، هم ز قعر چاه بگشاید دری. تو مبین که بر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. گاهی اوقات ممکنه تو فکر کنی پات شکسته، در اوج سختی هستی، توان انجام کاری رو نداری، ولی یک بار او به تو بال پرواز میده، یک بار امیدی، انگیزه‌ای در دلت میندازه که میتونی واقعا از چاه تنهایی و از اون چاه غم و غصه بیای بیرون و در عین اینکه در اون مشکل هستی خودت رو ته چاه میبینی. یک باره تو همون مشکل، تو همون زمانی که فکر میکنی اوج گرفتاریته، یک باره دری برای تو باز میشه. میگه پس نگاه نکن که تو کجا قرار گرفتی، در جای بالایی، در یک بلندی قرار گرفتی یا افتادی ته چاه، در اوج سختی هستی. تو به من نگاه کن، برای که من کلیدی هستم که میتونم برای تو گشایش ایجاد کنم. تو مرا بین که منم مفتاح راه.